سلام، خیلی خوش اومدید به سایت الوعد. من توی این ویدیو میخوام در رابطه با محصولات که توی سایت میبینید یه مقدار بیشتر توضیح بدم برای اینکه انتخابتون راحت‌تر باشه. 4 دسته محصول توی سایت الوعد هست که هر کدوم از اینها یک سری ویژگی‌ها و مزیت‌ها دارن و یک سری معایبی مثل هر محصولی ممکنه داشته باشن. اولین دسته عطرهای اورجینال. همونطور که از اسمشون هم مشخصه، خیلی از افراد ترجیحشون اینه که عطرهایی رو استفاده کنن که اصلی باشه و این عطرها معمولا از کمپانی‌های معروف دنیا هستن. البته یک باور اشتباهی هست که عطرهای اورجینال هستن که قیمت بالایی دارن، در صورتی که درست نیست. یه سری عطرها رو توی سایت الوعد می‌بینید و توی دنیای عطر که قیمت‌های خیلی مناسب و اقتصادی دارن ولی اورجینال هستن. ویژگی مهم عطرهای اصلی و اورجینال اینه که شما میتونید کیفیت رایحه خیلی خوبی ازشون تجربه کنید. تغییر نوت‌ها رو خیلی شفاف و واضح میبینید. ولی معایبی که دارن اینه که قیمتشون معمولاً بالاست و خیلی از برندهای معروف دنیا رو شما باید هزینه‌های زیادی پرداخت کنید. به خاطر همین موضوع ما یک دسته عطرهایی رو توی سایت الوعد موجود کردیم که قیمت‌های مغروم به صرفه‌ای هستن که معرفی می‌کنم. دسته بعدی عطرهای اورجینال نوستالژیک. کلی با این عطرها ما خاطره داریم، یا حتی پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگامون یا پدر مادرامون هم با این عطرها خاطره دارن. پس خود همین یک ویژگیه که میتونید به عنوان هدیه براشون استفاده کنید. مزیت بعدی این عطرها اینه که مثل عطرهای اورجینال شما میتونید تجربه رایحه‌ای خیلی شفاف و واضحی ازش داشته باشید. و مزیت بعدیش قیمت‌های مغروم به صرفه‌ای دارن. در گذشته خیلی رو بورس بود، الان این مقدار بورسشون دیگه کمتر شده. مخاطبین خاص خودشو داره. همین باعث شده قیمت‌هاشون مغروم به صرفه باشه. اما معایب این عطرها چیه؟ متاسفانه در گذر زمان یک سری از این عطرها ریفرموله شدن. اونم به خاطر سازمان جهانی عطر که یه سری قوانین داره و یه سری از مواد رو توی گذر زمان ممکنه ممنوع کنه. مجبور شدن ترکیبات این عطرها رو تغییر بدن. پس شما تجربه‌ای که ممکنه مثلا 20 سال پیش داشتید الان دیگه از این جهت لوازم‌آلایش نداشته باشید. ولی خود من این عطر مثلا سال 85 استفاده کردم، عطر دریکو. الانم که دارم تجربه می‌کنم پخش بو همونطوره، رایحه دقیقاً همون بوه، ولی ماندگاهش یه مقدار اومده پایین. پس اینو در نظر بگیرید. دسته بعدی که خیلی هم پرطرفداره، عطر شرکتی اماراتی یا اصطلاحاً شرکتی میگن، اماراتی هم میگن. هر دو درسته. خیلی در مورد عطرهای شرکتی اماراتی سوال میشه. من اینجا مختصر توضیح میدم ولی قبلش میخوام ویژگی این عطرها و معایبشون رو بگم. ویژگی اول عطرهای شرکتی اماراتی اینه که قیمت‌های مغروم به صرفه‌ای دارن و خیلی از عطرهایی که قیمت‌های نسخه‌های اورجینالشون بالا هست و شما میتونید توی عطر شرکتی با قیمت کمتر یا بعضا 1/10 قیمت تجربه خیلی خوبی داشته باشید. معایب این عطرها اینه که همونطور که توی عطرهای اورجینال گفتم تجربه کیفیت رایحه خیلی خوبی میتونید داشته باشید. تو بعضی از برندهای اماراتی اون کیفیت رایحه رو شاید خیلی خوب نتونید دریافت کنید از عطر. یعنی مثلا نوت ابتدایی خوب کپی شده ولی تو نوت میانی یا پایانی میبینید تجربه متفاوته یا خیلی گذراست. ولی این نکته‌ای که گفتم در مورد همه عطرها یا همه برندهای اماراتی صدق نمیکنه. باید توجه داشته باشید. و دقیقاً وجه تمایز الوعد با سایت‌های دیگه اینه. ما برندهای مختلف اماراتی رو تست و تجربه می‌کنیم و اونایی که واقعاً تجربه خوبی میتونه برای مخاطب داشته باشه از نظر رایحه و کیفیت به نسخه‌های اورجینالشون نزدیکه رو توی سایت معرفی می‌کنیم. حالا می‌خوام یه مقدار بیشتر در رابطه با عطرهای شرکت اماراتی بهتون توضیح بدم. یکی از سوالات پرتکرار اینه: چرا شکل شیشه عطرهای اماراتی شبیه به نسخه‌های اورجینالش نیست؟ دلیلش اینه به خاطر قانون کپی رایت شرکت‌های اماراتی حق ندارن که شیشه و بسته‌بندی و حتی اسم عطرهاشون رو شبیه نسخه‌های اورجینال بذارن که من و شما تشخیص بدیم که این عطر اورجیناله، این مثلا نمونه شرکتی اماراتی. سوال پرتکرار بعدی: چرا عطرهای شرکتی اماراتی اینقدر اختلاف قیمت با نسخه‌های اورجینال دارن؟ واقعیت امر اینه که دلایل مختلفی داره. اولین دلیل، وقتی شما یک عطری رو می‌خرید خب دارید پول برند اون عطر رو میدید یه جورایی. خب خیلی از این کمپانی‌ها معروفن، پس طبیعیه که قیمت‌های بالایی رو شما پرداخت کنید. مورد دوم، وقتی یک عطری برای اولین بار طراحی میشه بر اساس تجربه یک پرفیومر عطر، قطعاً فرآیند پیچیده‌ای داره و هزینه خیلی بالایی داره. پس به تبع قیمت عطر رو میبره بالا. مورد سوم، خیلی از موادی که در ترکیب عطرهای اورجینال استفاده میشه مواد گرون قیمتی هستن
و خود همین باعث میشه هزینه عطر بره بالا. البته یک باور اشتباهی وجود داره که فکر میکنه عطرهای اورجینال همه موادشون طبیعیه، در صورتی که اینطوری نیست. بعضی از مواد طبیعیه، بعضی از مواد حتما باید به صورت سنتز از طریق علم شیمی بیان استخراج بکنن و توی ترکیبات عطر استفاده کنن. چیزی که در عطرهای شرکت امارات شما نمیبینید، یعنی پول طراح عطر نمیدن، بلکه به صورت مهندسی معکوس این عطر رو میسازن. یا خیلی از این برندهای شرکت اماراتی نسبت به برندهای اورجینال کمتر شناخته شده تر هستند، یا میتونیم بگیم که موادی که استفاده میکنن ممکنه شرکت هایی باشن که قیمت های ارزون تری بابتش پرداخت بکنن، به تبع این چیزیه که باعث میشه هزینه های عطر بیاد پایین. یکی از سوالات پرتکراری که از من میشه، بهترین عطرها رو کدوم برندهای شرکت امارات تولید میکنن؟ در این لحظه که سال 1403 هست و من دارم براتون توضیح میدم، بهترین برندها به نظر من لطافه، الحمرا، جانوین، فرگرنس، روبنا و جدیداً برندهایی مثل احمدالمغربی و افنان هم دارن عطرها رو تولید میکنن. البته سری برندهای کمتر شناخته شده تری هم هستن به اسم ریو که زیر مجموعه برند لطافه هستن، دقیقاً مثل الحمرا. پس میتونم خیلی با خیال راحت بهتون بگم که این برندها رو میتونید راحت عطرشون رو بخرید، چون کیفیت خوبی دارن. همونطور که حالا توی سایت هم احتمالاً دیده باشید، برندهایی مثل لطافه نه تنها روی کیفیت عطرشون دارن کار میکنن، بلکه بسته‌بندی و باکس‌های خود عطر هم خیلی شکیل‌تر هست. و نکته بعدی، واقعیت هر شرکت اماراتی یک سری عطرهاش اومده با کیفیت تولید کرده که شما میتونید بر اساس تجربه‌ای که من دارم بهتریناشو توی سایت ببینید و تهیه بکنید با خیال راحت. دسته بعدی عطرهای مینیاتوری یا سایز کوچیک هست. ویژگی مثبت این عطرها اینه که شما توی حجم کوچکتر میتونید خیلی تجربه متفاوتی از عطرها داشته باشید و حتی برندهای معروف دنیا که واقعا عطرهای گرون قیمتی داره رو با هزینه کمتر استفاده کنید و تجربه تست داشته باشید. ویژگی بعدی عطرهای مینیاتوری اینکه به خاطر سایز کوچیکی که دارن شما میتونید همراه خودتون توی محل کارتون، توی کیفتون، توی ماشین یا حتی مسافرت داشته باشید، چون خیلی وقتا ما مسافرت میریم دغدغه‌مون اینه که عطرمون رو همراه خودمون داشته باشیم. ولی معایب عطرهای مینیاتوری چیه؟ بعضی از عطرهای مینیاتوری دقت کنید، تو بعضی از عطرهای مینیاتوری شما شاید ماندگاری کمتری نسبت به عطرهای 100 میل اماراتی تجربه بکنید، ولی از نظر رایحه میتونم بگم در حد و اندازه‌های عطرهای شرکت اماراتی یا بعضا حتی بالاتر هم هست. برندینی که عطرهای مینیاتوری بیشتر تولید میکنه، تمرکزش روی این هست، یک برند ایرانیه ولی بالاترین کیفیت رو توی عطرهای مینیاتوری داره و بهتون پیشنهاد میکنم حتما عطرهای این برند رو با خیال راحت تجربه کنید. و دسته آخر، اسپری های خوشبو کننده و بدن. اسپری های خوشبو کننده بدن یک ویژگی که داره، شما اگر باشگاه میرید یا زیاد بدنتون تعرق داره، به جای اینکه عطر فقط بزنید، من پیشنهادم اینه از این اسپری ها استفاده کنید. هم بوی بد بدن شما رو پوشش میده و هم اون خاصیت ضد عرق بودنش باعث میشه عرق شما رو کنترل کنه، یعنی تعرق شما رو در اصل کنترل بکنه که کمتر در طول روز عرق بکنید. پیشنهاد من اینه برای باشگاه رفتن یا حتی شما میتونید فعالیت‌های روزانه دارید از این اسپری ها استفاده کنید در کنار عطرتون، مخصوصا اگر باشگاه میرید. به جای عطر زدن من اسپری بدن پیشنهاد میدم. معایب، البته نمیشه گفتش معایب اسپری بدن، ولی دقت داشته باشید اگر میخواید اسپری بدن بگیرید، اگر زیاد لباس سفید و مشکی استفاده میکنید، حتما نسخه هایی بگیرید که حالت سفید و مشکی داره، چون این اسپری ها به صورت پودریه و اگر شما به این نکته دقت نکنید ممکنه جاش روی لباس شما بمونه. البته اگر شما یک موقعی نمیدونستید و این اسپری ها رو استفاده کردید، سعی کنید لباستون رو چند بار با آب ولرم بشورید، اون خاصیت پودری و سفیدی که روی لباستون هست از بین میره. پس نگران نباشید و با خیال راحت این اسپری ها رو تهیه کنید. امیدوارم این ویدیو اطلاعاتی که شما نیاز داشتید و بهش رسیده باشید و جواب سوالاتتون رو گرفته باشید. حالا اگر سوالی باقی مونده میتونید توی بخش نظرات بپرسید. خدا نگهدار.